بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنوندگان و برادران و خواهران و مادران گرامی، امروز برای شما در موضوع حجاب سخن میزنیم. چرا؟ زیرا که خیلی برای حجاب فشار آورده ایستادند و میخواهند او را منع کنند. برای همین موضوع ما به چند نقطه های تقسیم می شود. یکم نقطه آن همین است که حکم حجاب از روی قرآن و سنت. حکم حجاب فرض است، در نزد همه عالمان فرض است و از قرآن دلیل می بیاریم که تو حقیقت می گوییم. الله عز و جل در سوره نور 31 آیه می فرماید که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاهی هوس آلود به مردان نامحرم، به مردان بیگانه نگاه خود و چشمای خود را فرو گیرند، نظر خود را پایان کنند و شرمگاه و دامن خود را از آلودگی ای زینا حفظ نمایند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و جایهای آرایش و زیب و زینت و زیور خیش را آشکار نکنند. یعنی آرایش اون در کجاست؟ گردن بند، گوشوار، اینها را میگه چی؟ آشکار نکنند به مردم بیگانه نامحرم، مگر آنچه که پیداست. چی پیداست؟ چه ظاهر است؟ همون لباسی که هست. لباس بعضی اهل علم میگه که مانند چی؟ چهره اش و دستش، غیر این دیگرش همش بسته است و پوشیده است. ابن مسعود میگه که زینت دو نمود میشود. زینتی که پنهانی است که وای فقط برای شوهر و برای محرماش آشکار میگردد، و زینتی که ظاهری است. ظاهری اون چیزی که لباسش است که مردم او را میبینند با لباسی کشادی زیبا پوشانده شده است. و لباس باید لباسی نازک نباشد، کشاد باشد. الله عز و جل میگوید که در دوام آیت ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. الله در اینجا چی میگوید؟ ولیضربن، نمیگوید که بگذارند، میگوید بزنند. بر چی؟ بخمورهن. خمار معنای چه دارد؟ معنای جامه یا چادری که از بالای سر کشیده میشود. الله میگوید که چادر بر بالای سر خود بزند، نمیگوید که گذارد، بزند. ای او را محکم مستحکم بزند و ببندد تا که یگان جای زینتش آشکار و عیان نباشد. الله چه گفت؟ همینجا هر یک الله کلمه چه استفاده برد؟ کلمه ولیضربن. نگفت که بگذارند، گفت که بزنند همون چادرای خود را بر بالای سر خود تا که سر و گردن و کتفای اونو تا نصف بدنش او را بپوشاند، همون چادرش، که یگان جای زینت او برای مردم بیگانه آشکار نباشد. الله در ادامه چی گفت؟ ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. یعنی همون چادر وقتی که بر گردنش بیافکند تا که بر سر و گردن و سینه آنان نیز پوشیده باشد، همش باید پوشیده باشد. الله چی میگه؟ ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن. دوام آیت ای همون زینتی که همون آرایشی چی است؟ گردن بند و گوشوار و دیگر که زینت ظاهری نه، زینت پنهانی است، درونی است. او را میگه چی؟ زینت خود را آشکار نکنند مگر برای شوهراشون و پدراشون و پدر شوهرشون و دیگر. دوام آیت برای همین الله چی میگه؟ زیب و زینت شه، آرایشی بدن شه برای مردی بیگانه نشان ندهد. شما میگید که شما از سر او حجاب میکشید که همه زیب و زینت او را دیگه مردم بینند. لیکن الله میگه که زیب و زینت او را برای کی است؟ برای شوهرش است، نه برای مردم بیگانه. همین آیت وقتی که نازل شد از صفیه بنت شیبه از عایشه مادرم میگوید که همین آیت وقتی که نازل شد ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، زنان مهاجرات همون چادرهای کشاده که بودن، چادرهای جامه ها و چادرهای کشاد و پیراهن کشاده بود، گفت او را از نیم دراندند و بر بالای سر خود کشیدند که یگان جای بدن آنها از گردن و گوشوار و گردن بند و دیگر کتفا و گردن او آشکار نباشد، به سر خود کشیدند. بخاری روایت کرده است و ابو داوود. این از حدیث های پیغمبر و این آیات را چه خیلی میفهمیدند زنان مهاجر. باز در آیات دیگر الله عز و جل سوره احزاب میفرماید 59 آیت یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین چیکار کنند؟ یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين
و کان الله غفورا رحیما. الله چی گفت به پیغمبرش؟ ای پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو. چرا بگو؟ یدنین علیهن من جلابیبهن، که چادرهایشان را بر سر و اندام خود نیک پوشند. این پوشش یا که این پوشیدن مناسب تر است تا به عفت و پاک دامنی شناخته شوند. الله چی میگه؟ حجاب که پوشیدی به چی شناخته میشوی؟ الله میگوید به پاک دامنی شناخته میشوی و از سوی بدکاران موردی آزار قرار نگیرند. یعنی حتی حجاب، وقتی که زنی که حجاب دار است هرگز او را مرد فاسق و فاجر او را هرگز آزار نمیدهد. خداوند همواره آمرزنده مهربان است. الله در اینجا چی میگه؟ یدنین علیهن. کلمه ادنا چی معنی دارد؟ یدنین علیهن ای همون چادرای خود را از بالای سر تا پایان تا زمین رسیدن باید به سر خود اندازند. جلباب چی معنی دارد؟ جلباب لباس است که یا که چادر است که از بالای لباسات او را میکشی. جلباب چادر است که او را از بالای لباسات باز میکشی. برای الله چی میگه؟ یدنین علیهن. علیهن ای بر بالای خود. همون لباسی که از بالا، همون چادری که از بالا میکشی، که پیراهنی که از بالای سر میکشی، همه را میپوشاند، پیوسته میپوشاند، باید به زمین نزدیک باشد. یدنین ای به زمین نزدیک باشد. علیهن من جلابیبهن. جلباب همون لباسی که یا که همون چادری که از بالا کشیده می شود. آیا این حجاب نیست؟ الله عز و جل میگوید که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اگر شما آنها را خواستید که چیزی از زنها بپرسید، پشت پرده بخواهید، از پشت پرده بپرسید. این رفتار برای دلهای شما ای مردان و برای دلهای آنان ای زنان پاکیزه تر است، نکوتر است. خلاصه یک حدیث دیگر میبرم برای کوتاهی سخن. از عایشه مادر من روایت است که فرمودند هنگامی که کاروان میگذشت یا که مردانی از پیش ما میگذشت، ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم و محرم بودیم به حج. وقتی که آنها نزدیک می آمدند، ما همون چادر خود را با چادر خود را از بالای سر میکشیدیم و چهره خود، رویهای خود را میپوشاندیم. فقط یک چشم ما نمایان بود برای دیدن. فاذا جاوزنا کشفنا. وقتی که ما مردم بیگانه که نامحرم که میگذشتند، ما چی؟ روی خود را باز میکردیم. روایت که از ابو داود و ابن ماجه و ابن خزیمه صحیح گفته است. یعنی که حجاب فرض الله است با قرآن و سنت. در نزد همه عالمان فرض است و انکار کننده حجاب، کسی حجاب انکار میکند وای از دین الله خارج است، از دایره اسلام خارج است. برای همین بعد آنه که برای او فهمانده می شود. گفتیم نقطه دوم چیست؟ نقطه دوم حکمی من کننده حجاب چه حکم دارد؟ اگر من کننده حجاب، اگر همین حجاب بد بیند، همین حکم حجاب بد بیند، حجاب کی فرض کرده است؟ الله. ای معنای دارد که حکم الله را بد می بیند، حکم الله را بد می بیند. و کسی که حکم الله را بد می بیند، الله چی میگه درباره او؟ در سوره محمد صلی الله علیه و سلم الله میفرماید در 28 آیه که ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله. این برای آن است که آنان از آنچه الله را به خشم آورد پیروی کردند. آیا از سرگرفتن حجاب، از سرگرفتن ستر و حجاب زنهای بانوان مسلمان، آیا این الله را خوش میآید یا که الله را بر خشم و غضب می آورد؟ به خشم و غضب می آورد. پس الله چه گفت؟ که آنچه الله را به خشم می آورد پیروی کردند. ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. الله چه گفت؟ برای آن است که آنان از آنچه الله را به خشم می آورد پیروی کردند و خوشنودی الله را خوش ندانستند. خوشنودی الله را خوش ندانستند. الله خوشنود است که بندگان بانوان مسلمان حجاب پوشند. الله خوشنود است، لیکن آنها خوشنودی الله را نمیخواهند. برای همین الله چی گفت؟ پس الله نیز اعمالشان را تباه کرد. اعمال آنها را، چی عملی که نیکی داشتند، چی عمل بود، همه عملهاش الله برباد داد، بیکار کرد. و عمل انسان بیکار نمی شود مگر در حالت کفر ورزیدن. انسانی که کفر ورزید و اعمالش بیکار می شود. باز در آیت دیگر چی می فرماید الله؟ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. آنان کفر ورزیدند پس برای آنها چیست؟ هلاک و نابودی باد و الله اعمالشان را باطل و تباه ساخت. چرا؟ ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. چرا؟ این برای آن است که آنان آنچه را الله فرود آورد خوش ندانستند، پس الله هم اعمالشان را تباه
و بی اثر کرد. گفتیم که هر یک انسانی که آنچه که حکمی که حجاب حکم الله است، حجاب اگر بد دید وی حکم الله بد دیده است، آنچه که الله فرود آورده است، پس الله عملهای اون انسان را بیکار میکند، عملها را بیکار نمیکند مگر چی؟ مگر کفر. برای همین اگر آنها حجاب را بد بینند، حجاب حکم الله است، اگر حجاب را بد بینند برای همین من کنن حجابه، الله چی میگه؟ عملهاشو بیکار میشوند، برباد میروند. چی عملی که دارن روز قیامت بی عمل هستند. نقطه سوم همین است که من کردن حجاب این به چی میبرد؟ به منکر، به فسق و فساد میبرد. من کردن حجاب با عنوان پاک دامن و با عفت به چی میبرد؟ مقصد آنانی که حجاب من میکنند این چی است؟ این فسق و فساد را، کارهای زشت و ناسزا را فاش کردن و پخش کردن است. الله در این باره چی میگوید؟ در سوره نور 19 آیت: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کسانی که مجرد دوست دارن. الله چی میگه؟ کسی که دوست می‌دارد فقط که فحشا و زشتی و کارهای ناسزا در میان اهل ایمان، ای در میان مسلمانان و مؤمنان فاش و پخش شود و آشکار شود، جزای او چیست؟ در دنیا و آخرت برای او چیست؟ برای آنها عذابی دردناکی است و الله تنها میداند عاقبت آن را، تنها او میداند و شما نمیدانید. برای همین ستر را از سر گرفتن زنها این معنا دارد که ناموس آنها را از سرشان گرفتی، ناموس آنها را پایمال کردی، این به همین معناست. برای همین از الله بترسید. به زنهای مسلمان به ستر حجاب آنها دست نزنید، آنها را من نکنید، از الله بترسید که روزی می شود که به سوی الله برمیگردید. دیر است یا نزدیک است به سوی الله برمیگردید. در نزد الله وقتی که روبرو می شوید چی پاسخ می دهید؟ چی جواب می دهید؟ برای حکم الله را من کردن خیلی عاقبتی سختی دارد. حجاب فایده دارد برای مسلمان ها. فایده های حجاب چیست؟ حجاب طاعت است، اطاعت الله و رسولش است. حجاب چیست؟ حجاب ایمان است به الله و رسول. حجاب پاکی برای دل است، هم برای زن و هم برای مرد. حجاب علامت پاکدامنی است. حجاب حیا است. حجاب مناسب است برای غیرت مردان، رشک مردان و غیرت مردان. حجاب به چی دعوت میکند؟ به اخلاق نکو. حجاب همه چشمهای آنهایی که با هوس آلود نظر میکنند آنها را قطع میکند، نظرهای آنها را میبرد، نگاه آنها را میبرد. حجاب آداب و اخلاق است. حجاب پاکی و پاکدامنی است. حجاب پیش راهی ترقیات، پیش راهی تمدن، پیش راهی پیشرفتی را نمیگیرد. آیا مادران ما، بیبیان ما، مادران مؤمنان حجاب نداشتند؟ همسران پیغمبر حجاب نداشتند؟ همه آنها حجاب داشتند. باز میگویند که این از عادت و تقالید ما نیست. کمتر پیشتر نظر نکردید که بیبیهای شما یا که مادران شما چطور میپوشیدند؟ آیا حجاب نداشتند؟ آیا فرنگی نداشتند؟ پیش از آمدن روس‌ها، استعمار روسی چگونه زندگی میکردند؟ مسلمانان، خاصه مسلمان تاجیکستان در سر فرنگی داشت، زن در سر فرنگی داشت. و آیا عادت و تقالید ما همین لباسهای غربی پوشیدن است؟ لباسهایی که از دولت‌های غربی، از اروپا و از امریکا با ما می آید، آیا اون عادت تقالید ما است؟ چرا زنهایی که خواهران و مادرانی که لباسهای تنگ میپوشند نیمی بدنش برهنه است، آیا این عادت تقالید ماست؟ چرا آنها را من نمی کنید؟ فقط به حجاب دست میزنید، فقط بر ضد حکم الله مبارزه میبرید. چرا؟ این دولت دموکراتی است، این پایمال حقوق زن است. آیا زن حق ندارد؟ دولت دموکراتی است، یعنی آزادی است. خیلی که شما میگویید دولت دموکراتی، زن باید آزاد باشد میگویید، پس چرا زنهای مسلمان را از سترهاشون من میکنید؟ باز میدارید حجاب را از سر آنها میگیرید. آیا این پایمال حقوق زن نیست؟ آیا مادران و بیبیهای شما مثل شما سری لوچ بودند، برهنه بودند، یا که رومال حجاب و ستر داشتند؟ که شما زنانی هستید که دیگر خواهران مسلمان از حجاب، خطاب برای شما زنهایی که من میکنید، مادران شما و بیبیهای شما سراشون برهنه بودند؟ هرگز. آنها حجاب پوش بودند. برای همین این کاری که شما اقدام کردید این کار خوب نیست، این کار به خوبی نمیبرد. الله عز و جل چی میگه در سوره طلاق؟ و کأی من قرية عتت عن امر ربها و رسله
فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا. و چه بسیار شهرها که مردمان آنها از فرمان پروردگار خود و پیامبرش سرپیچیدند، سرکشی کردند و از آنها حسابی سخت کشیدیم. حساب آنها خیلی سخت بود در دنیا و روز قیامت و آنان را به عذابی خیلی زشت، خیلی دشوار عذاب و شکنجه دادیم. برای همین الله برای ما رزق میدهد. رازق الله است، مالک الله است. همه این زمین ها و همه این مال و رزقی که رزق روزی که است این از جانب الله است. ما باید با او مبارزه نبریم. برای همین در برابری حکم های الله سرکشی و سرپیچی باید نکنیم که دوچاری عذاب و شکنجه سختی می شویم. از الله باید بترسید. کسی نباشد کسی که من میکند حجاب حکم الله است. رزق به ما الله میدهد. وقتی که ما رزقی که برای ما میدهد و در مقابلی که الله برای ما رزق روزی میدهد ما در مقابل او، در مقابل نعمت او نافرمان روایی میکنیم. وقتی که ما در مقابل نعمت های الله سرپیچی و سرکشی کردیم پس الله رزق خود را از ما کم میکند، به ما رزق نمیدهد. چرا؟ زیرا که ما به مقابل او مبارزه میبریم، احکام او را من میکنیم، به ما رزق میدهد، ما رزق او را در نافرمان روایی او صرف میکنیم و این کار به خوبی نمیبرد. ملت تاجیک ملت دیندار است. ملت تاجیک ملت دیندار است. باید فهمیم که ما این ملت به دین و دنیا خیلی خدمت بزرگ کرده است. خیلی عالمان و خیلی مردان بزرگ دارد و داشت. پس نصیحت برای مادران و خواهرانی که حجاب پوش هستند، ستر پوش هستند، اگر حجاب من شد پس الله عز و جل میگوید که برای زن خوبترش خانه‌اش است. چرا که الله میگوید وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. چرا که الله میگوید و در خانه هایتان قرار گیرید و مانندی روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار مکنید. الله میگه در خانه قرار گیرید. وقتی که این قانون که رسمی شد پس برای زن در خانه نشستنش بهتر است از اون که مثل جاهلی قدیم زیب و زینت خود را آشکار کند و به کوچه و به خیابان برآید. چرا به همین طور ظلم و ستم، به همین طور مصیبت ها مسلمان ها دچار می شوند؟ به کدام سبب؟ الله برای ما میگوید به کدام سبب. در سوره نور 55 آیت می فرماید که الله به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده است که حتما آنان را در زمین جایگزینی دیگران کند، همان گونه که پیشینیانی آنان را جانشین دیگران کرد و قطعاً دینشان را برای آنان پسندیده به استوار و محکم نماید و یقیناً ترس و بیمشان را تبدیل به امنیت و آسایش کند تا جایی که فقط مرا شرطی است، تا جایی که فقط مرا بپرستند و هیچ چیزی را شریکی من نگیرند و آنان که پس از این نعمتها ناسپاسی ورزند در حقیقت فاسقند. پس الله چی میگه؟ شرط چی است؟ کسی که عملی ایمان آورد و عملای شایسته کرد و مرا عبادت کرد و با من شریک نورزید، چیکار میکنم؟ او را مثل جایگزین پیشینیان میکند. چخیلی پیشینیان بودند هم خیلی آنها را در زمین تمکین میدهد. برای همین اگر ما خواهیم که الله حال ما را تغییر دهد، الله چی میگه در سوره رعد 11 آیت؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. همان الله عز وجل تغییر نمیدهد حال را، وضع قوم را، حال قوم را تا آنی که آنها حال خود را تغییر ندهند. حال خود را چه خیلی تغییر ندهند، یعنی کارهای زشت و ناسزا را ترک کنند و به چی؟ و به کارهای نیک پردازند. همین شرط است. برای همین انسان باید چی؟ ما باید کارهای نیک شایسته کنیم که الله حال ما را تغییر دهد به نیکی. الله میگه که چی بلایی که هست به سبب چی است برای شما؟ به سبب چی است؟ چی بلای سر ما میاد به سبب چی است؟ الله چی میگه در سوره شورا 3 آیت؟ و ما اصابك من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. چی مصیبتی، چی بلایی کی، چی آسیبی کی به سر شما می آید از چی است؟ از دستی شما است، از اعمال شما است، از دستی کسب شما است، از کسبی بدی که میکنید، کاری بدی که میکنید، همون در مقابل کاری بدی برای شما دچار چی؟ دچار مصیبت بلا میشوید. برای همین ما باید چی؟ حال خود را تغییر دهیم که الله حال ما را تغییر دهد. ما به دین اسلام، به دین الله، به امرهای الله
و رسولش چنگ نمیزنیم و آنچه که الله و رسولش ما را نهی کرده است، من کرده است، ما خود را باز نمیداریم. ما اگر که همون خیلی که بعضی از اثرها صحابگان که از گذشتگان ما هستند میگویند که کما تکونوا یولى علیکم، چطوری که هستید، در کدام حالی که هستید برای شما همون خیل پادشاه میبیاید. به کدام حالی که هستید. برای همین انسان باید حال خود را اصلاح کند، علاقه خود را با پروردگارش نکو کند، رفتار کردارش باید اصلاح کند با پروردگارش و با مردم. خود را باید اصلاح کند، خرافات و بدعت و شرکیات نکنند. ما باید اول خود را پاک سازیم، خود را از همین شرکیات و خرافاتی که هست در تاجیکستان باید پاک سازیم. الله را یک و یگانه پرستیم. فریب، نیرنگ بازی، غارت زدن، دشنام و این عملهای زشت را باید ما بگذاریم، خود را منع کنیم از این عملهای زشت. این سبب می شود که الله ما را رستگار میکند، پیروز میگرداند. برای همین انسان مسلمان باید به سوی پروردگارش برگردد تا که پروردگارش او را نصرت دهد. و حتی حجابی که بعضی از مادران خواهران ما، این خطاب به زنان است، این حجاب هم به حساب نمی رود. لباس های تنگ می پوشند، سر و سابه تنگ می اندازند، لب و روی خود را رنگ و بار می کنند و به مردم زیبایی، زینت و زیبایی خود را نشان می دهند. حال همان هایی که حجاب می پوشند خود را ستر پوش می گیرند. نه خواهر گرامی، مادر گرامی، این ستر نیست، این خطاب به زنان است. الله برای مادران خواهران ما فرصت داد که ستر و حجاب پوشند، ولی آنها امر الهی را به درستیش انجام ندادند، لباسهای تنگ پوشیدند. حجاب شرعیش این حجابی است که همه لباسی که همه بدن را در بر میگیرد، لباسی که شاد باید باشد، وسیع باشد، یگان جای بدن را وصف ندهد و شفاف نباشد. باید مادران خواهران ما همین طور حجاب باید پوشند، نه اینکه لباس های تنگ و نازک و تنک که اعضای بدنش نمایان باشد. در آخر خواهان آن هستیم که الله عز و جل مردمی مسلمانی تاجیک ما را هدایت فرماید و مردم تاجیکستان را در حفظ و حمایت خود نگه دارد و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.